وی جین دختری 18 ساله چینی لالو ناشوnaво است و احساسشро با رقص بیان میکند. او از 10 سالگی به رقص کسبی رو آورده است و در 12 سالگی به گروه овозхону ромишгарони چینی пайваст. дар намоишномаи имрӯза се рақс иҷро мекунам. рақс як қисми аз зиндагии ман аст. ман аслан бо он зиндаам. ин чизест ки ба воситааш эҳсоси худамро ба мардум мефаҳмонам. شامی 16 ایون در تئاتر اپرا و بالت شهر دوشنبه تئاتر میوبان چین که وی در آن هنرنمایی میکند نمایش دیدنی را به ساکنان پایتخت تاجیکستان نشان داد. وی با گروه هنرپیشگان اکثرا معلول هنرنمایی میکند. تمام رقاصان گروه ناشوnavo هستند. وان چی ساکسوفون نوازی ماهری نابینا است. در 13 سالگی شیشه پاره به چشمهای او افتاده نابیناش کرده است. وان چی از خردی به ساکسوفون دل بسته بار فکر نمیکرد که در آینده هنرمند کسبی می شود. وقتی من روی صحنه می آیم این را نمی بینم اما احساس می کنم که روشنی جانبی من است و تمام توجه مردم هم به من روانه شده است. نمایشنامه‌های تئاتر معلولان چین را که از سال 1987 تشکیل شده است نزدیک به 100 کشور دنیا تماشا کردند. تاجیکستان 97م دولت است که این هیئت ایجادی با آن سفر هنری دارد. تشریف این هیئت ایجادی به تاجیکستان گواهی رابطه‌های خوبی بین دو کشور در ساحه فرهنگ است. هیئت تئاتر چینی با دعوت وزارت فرهنگ و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تشریف آورد که ما خیلی سپاسگزاریم. لی یک معلول دیگر ساز قدیمی چینی را با مهارت خاص می نوازد. در نمایشنامه که آرزوی من نام دارد 70 هنرمند معلول اشتراک کردند و هر هنرنماییشون خوب پذیرفته شد. بخصوص نمایش خدای شوقت با ҳазор даст.